бисёриё намедонен ин бародарам маҳоратҳои худованд додагӣ ҳаст ки ба ҳар каси ра наметиҳад. маҳорати якумаш, ҳозир агар ман аз ҳамин бародар соатро бипурсам, соат чанд шуда гӯм, мега ки соат чанд шуда, ба секундаш гап мезана. боду ҳавора мегӯм чанда боду ҳаво, боду ҳавора мегӯяд. дарди мошина гап мезанад ки мошини ту фалон дард дорад. дарди инсон ахиша гап мезанад. ман чӣ бемория, ман и ай худаш санҷиш кардам ша, ман хама савол додам, росте ҳар дарде ки доштам дар чашмам гуфтак ман. гуфт ки тинем хали дард дорӣ. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم به کل تماشابینان و هموطنان عزیز. یعنی به شما سلامتی خواهان هستیم. امروز با قاری ابوبکر جان که در اینترنت با نام MC سنگلی میشناسند، بسیاری ها به حیث مسخره همین برادر مسخره میکنند و در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. از خدا بترسین. این برادر قاری هست. باز ما همگی از این برادر پرسان میشویم که کدام وقت همه رپور خوندگی است و کی ایرا مجبور کردگی هست. بسیاری ها مجبور کردگن همین چیزا خوندگی وقتی بیمار بودنش. آن وقت بیمار بود. با خواست الله مهربان همه برادر در شب قدر شفا دادگیش خداوند حاضر با خودش میگه که چه خیر رخ دادگی هست. سرشت خاک از آهن جدا نیست. حیات آدمی نیز به خطا نیست. خطاجویان خطای خود بجوید، در این عالم به خطا غیر از خدا نیست. تو خودت فرشته هستی مگر؟ تو خودت از این برادر بالا می حسابی؟ تو خودت از یک انسانی که نمیدونی از کار و عمل او تو بالا می حسابی؟ شاید که در نزد خداوند این برادر قدرش از ما و تو در بالا باشد. تو از کجا میدونی؟ یک برادر در شبکه‌های اجتماعی مسخره کردن، شیطان و دجال و حرامخور و فریبگر گفتن، اول خودت ببین. به خطا غیر از ذات پاک کسی نیست در حیات. چرا خودتون سر تا پا گناهکارین، گناه یک کسی دیگر را میکوبین؟ از خدا بترسین. روز قیامت شود تو در گناه خود جواب دادن نمیتونی. چگونه تو یک شخصیت دیگر در مسخره میکنی و دشنام میتی و تهمت میکنی و شیطان و دجال میگی؟ من بدونم که تو فرشته هستی. من بدونم که تو پل صراط گذشتگی هستی. من بدونم که تو یگان جو مژده فهمیدگی که تو جنتی هستی. تو از کجا میدونی؟ شخصی را شیطان و دجال میگی، شاید که خدا نزدیک همون با شخص باشه. شاید که خدا همه گناه همون را بخشیدگی باشد و جنتی گردد. توی را از کجا میدونی؟ از خدا بترسین. خب از انسان هایی که قاری جان شما رو با نام MC سنگلی میگن، در اینترنت مسخره میکنن، چه گفتنی هستی بهر همونها؟ بله، همون برادرها شخص گفتنی هم که وقتی که همون ما رو مسخره میکنن با نام MC سنگلی، همون برادرها خواهش میکنن که کنن شما رو دلیل کنن، همون چیزا کار کنن تا که ما خفه نشیم. و اون خاطر رضای خدا اگر که انسان به گناه نیست در این جناه، ناکسته گناه در این جهان کیست بگو، آن کس که گناه کرد چون زیست بگو. دنیا در همه کار خطاگاهی میکرد که ما رو مجبور کردن، برادرهایی که در مجبور کردن که همه مایده بخوانه میرپه. ما اون وقت بیمار بودیم سالهای 2013 2014، همون سبا حساب مجبوری همون باید میخوانیم. ما شرط نیست که اون برادرها را به آب رو کنم، ناماشون بگیرم. اگر که در دلشان ایمان ذره باشه، انشاءالله با همین الله ویدیو را کور کنن، مثال ایامو را خلق بزن، ویدیو را کور کنن، انشاءالله ما خداوند برکت میامن. سلامت باشه قاری جان. بسیاری ها نمیدونین این برادر مهارت‌های خداوند دادگی هست که به هر کسی را نمیتیاد. مهارت یکمش، ҳозир агар ман аз ҳамин бародар соатро бипурсам, соат чанд шуда гӯм, мега ки соат чанд шуда, ба секундаш гап мезанад. боду ҳавора мегӯм чанда боду ҳаво, боду ҳавора мегӯяд. дарди мошина гап мезанад ки мошини ту фалон дард дорад. дарди инсон ахиша гап мезанад. ман чӣ бемория, ман и ай худаш санҷиш кардам ша, ман хама савол додам, росте ҳар дарде ки доштам дар чашмам гуфтак ман. гуфт ки тинем хали дард дорӣ.
ای چشم دیده گپ میزنه. خدا شاهد است. ما چی خیلی با همین برادر واخوردن من نمیدونم. ما همین سحر بر اومدیم از خونم، خداوند ما را با همین شخصیت رسوند. شاید که ما یک سبب بشویم. آمدم همجا ما را شناخت که تمام شخصی نیست که آزمون قاریا کردگی. گفت ما آرزو داشتم دعا میکردم که خداوند ما را به تو برسونه. دعای همین برادر بود که خداوند اجابتش کرد. انسان ها در اینترنت به حیث برپرست و مسخره میشناسن این برادر را. این برادر قاری هست، بهترین شخصیت در حیات است. به استوریا باور نمیکند. باور کنین. من باوری دارم که به استوریا باور نکنید. نه که روزهای نزدیک من سوسیال اکسپریمنت میگذرونم، خودتون با چشمتون میبینین. باز ان شاء الله این برادر میگه که چی واقعا شدگی است. این برادر الحال سالم است، عقل همه چیز سالم شدگی است. وقتی که میخوام اون وقت خداوند این برادر بیمار بود، پا فلج، عقل، الحال الحمدلله یک شفای خدا دادگی است که در شب قدر رخ دادگی است. خودش نقل میکنه گوش اندازین. خب قاری جان میگفتی بحری برادرو که که شما همین شفای افتید، چی مثال مهارت ها خدا بر شما داد؟ مولا وقتی که در شب قدر، شب لیلت قدر، ما وقتی که پیش درو ساعت 2 ران شب بود نماز پیش درو بودین. پیش درو بودیم. وقتی که نیت کردیم خارج به خاطر علیزادت خدا نماز برپا کنیم، همین در سکوت ششتن عطیات وقتی ما عطیات خوانده بودیم، یک لحظه خود تکان لحظید. بعد اردن ما دیدیم خداوند چشمایی که کجره بود در بیخ همین بینی چسبیدگی الله راست کرد. پاچه‌ای که فلج بود ای کار مونده بود، خداوند به امن الله شفا داد. الله شفا بخشید و خداوند اون چیز استعداد داد که در بدن من وجودش ساعت، حرکت ماشین، وایرون کلید بودن، ساز بودن ماشین و خداوند باد هوا گراد چند گرادوس گرم و الله در دل ما بعض انسان های میفهمه که مثلا انسان های آدم های خوب بد بودن انسان ها را الله در دل ما حس میکنه. سلامت باش قاری جان. حتی درد انسان هم میدونی که چی وجود چی درد است. حتی در وجودش میدونی که کدام بیماری کدام ارگانیسم که جای تو بیمار زلال کدام ویتامینی تو نمیرسه الله اینا در دل ما آفرده. خب یعنی که شما چی بیماری دارید، بیماری شما را گپ میزند و دوایش رو هم چی به شما فایده میکند با اذن خداوند گپ میزند. هر یک گپش ان شاء الله هست، الحمدلله هست. قاری جان یک چند آیت سوره الرحمن اینجا قرائت میکردند و به معناش میگفتین، مثال ترجمهش میکردین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن خدای رحمان، علم القرآن کی قرآن آمو، خلق الانسان آدم آفرید، علمه البیان با او سخن گفتن آمو، الشمس و القمر بحسبان ما و حساب مقرمنا و نجم و شجر یسجد درخت سجده میکنه و السماء عرفه و وزن میزه و وزن انسان برگزار کنین تراز را الا تدغوا فی میزه تا از حد زیاد تجاوز نه برابر تراز را سنجیده شود. صدق الله العظیم. سلامت باشی قاری جان. بسیاری ها شاید که باور نکنن بسیار مهارت هایی دارد که انشاءالله روزهای نزدیک باز در همین شبکه ما میبینین. خودتون سوسیال اکسپریمنت میگذرونین، خودتون با چشمتون میبینین. انسان هایی که مسخره میکنین در شبکه های اجتماعی این برادر به خواست خداوند یکتا از خدا بترسید و همون نوارو را نیست بکنین و دلیل بکنین همون نوارو را، چون این برادر راضی نیست، خدا هم از شما راضی نیست. یک از دیگر مسخره نکن. این برادر وقتی بیماریش دباد خداوند این انسان شفا داده، اینا در شب قدر یا به نظر گیرین شما که دعای انسان زود اجابت میگردد. باور بکنین. اگر که ذره ایمان در وجود ما و شما باشد این کارها را نمیکنیم. به خاطر الله انا همین اوار خودی حاضر بر شبکه‌هاتون نشر کنیم. یعنی که در ایمو واتساپ اندکلاستی که پنگ کنین تا برادران ببینن و همون اوار را نیست بکنن. خب قاری جان میگفتین که چند پاره هستین، چند پاره از یاد میدونین؟ الحمدلله ما 10 پاره پخته از یاد میدانم
با کل تربیه و ترجمه شما با تعطیل تجوید که خداوند در آیت 4 سوره مزمل میگه بسم الله الرحمن الرحیم ورتل قرآن تعطیل قرآن شما با تجوید بخونید تعطیل معناش خواهد بخونید معناش خوندن قرآن فرض است. خب قاری جان از مدرسه میخونین چندم کورس هستین؟ الحمدلله ما باعث خداوند استعداد داد ما شب قدر ما وقتی پیشرو دعا و تکبیر به خدا کردیم ما رو با حساب خداوند 500 بخدی بجامین در رایگان گذاران ما الان در مدرسه دیم کورس فعالیت میکنیم. سلامت باشین. فهمین که این برادر با خواست خداوند شدگی است. این یک عبرت است برای ما و شما بفهمین که نظر خدا در پستی است. خدا یک نظر کرد، من باوری دارم اگر آهی کشد همون انسان هایی که مسخره کردگین انشاءالله در همه مشکلی ها میزنیم. این برادر میدونه که حاضر مرا گفتگی کیا همین برادر مجبور کردگی هستند، لیکن خشم میدونه که مثال شرمنده کردن یک کس دیگر ما نمیخواهیم. ما نمیخوایم نامی او را در اینجا بگیریم و مردم میشناسن میدونن اونها را و در حق اونها سخنهای بد گویند و بدبینی کنند و دشنام دهند. خداوند باز استعدادهای دودگی است. ما از این برادر ساعت رو میپرسیم که ساعت چند شدگی است. خدا شاهد است یگان جور دیدگی نیست. همین برادر یگان جور دیدگی نیست. از ما ساعت هم میپرسم گپ میزنه که ساعت چنده. این خدا شاهده. چند باره که ما پرسیدیم خیر باز خداوند خود شاهد است. شاید که بسیار باور نکنه. میگفتی قاری جان ساعت چند شدگی است؟ ساعت در تاجیکستان ما الحمدلله ساعت 14:26 تا کار کرد. این برادرای عزیز، خب کسی که باور نداره در زیر کامنتاری بنویسه. روزهای نزدیک کسی که منتظر است ما با برادر سوسیال اکسپریمنت میگذرونیم. راه دا میبرویم، سیامکه میکنیم ماشین از سرعت چند آمده است گپ میزند که از سرعت چند آمده است. انشاءالله خودتون با چشم خودتون میبینین و چندین مهارت های دیگر دارد که مثال اون مهارتاش ما مثال نمیکنیم چون که اون برای مسلمان جایز نیست مثال، لیکن برادر خشم نمیگه همین چیزا را مثال اگر نمیدونه بعد یک چیز دیگر را فراموش نکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که دعای مسلم بیشک قبول است اگرچه کافر باشد. ببینید کافر هم باشه میگه دعا کنه قبول مسلم. با ترسین ای خدا که در حقتون دعا نکنند. این برادر مسلم است، صغیره هست، این هم فراموش نکنید و حتما خاطر الله همین اواره خودی حاضر در همه جا ته نمایید، تنها به خاطر الله. در آخر چی گفتن این برادر؟ در آخر گفتگیم که همون برادرایی که همون وعده که میکردن همون را کور کنن آبونش در این کانال ما که ویدیو رو برنامه گیته آبونش همان پادپیس که زیاد پرسمات را جایی که خداوند همین ویدیو رو در جای پهن میکنن الله از هم پرابلم ها خلاص کنه. هر مشکلی که ای مشکل ها براشون الله نیکاشون نیتاشون نیک برآورده کنه. هر انسانی که ذره همین ایمان در همه جا پهن میکنن به خاطر الله جل جلاله خداوند ای همون بلاها عقوبت قرض خلاصش کنه. همیشه برادرها یار دوستا پادپیسی آبونه شوین کانال یوتیوب ده. خداوند یار و مددگارتان.